آب و گل داره اینجا. داستان چیه؟ دسته بندری کجا؟ این آهنگ بندری یاد مطلبی انداخت منو. جناب آقای اکبر عبدی به من میگفت حسن خطرناک حسن. میگفت همه اون کسانی که اهل رقص و اینجور مسائل هستن میرن جهنم الا بندری های ما. گفتم چطور اکبر آقا این چه تبعیضیه؟ محبوبی دوست دارن دیگه. گفت به خاطر اینکه بندری جماعت درسته با یه آهنگ شاد داره میرقصه اما همزمان داره میگه توبه توبه توبه، همون لحظه توبهشو میکنه. و این بانه دیگه آقا برای دیدن تو بیقرارم بیا تا عقدبان. بفرمایین بالا. همین کاراتونو میکنید بدم میادا. مثلا آدمو وادار میکنید که وادار بشه.